هنو خواه گیلا 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 حالی گیر که بیدار کنه دیگه تانگ زنجیری مگه بیار مایی بیدار کنه گیلا وقتی دیگه نو بیجه روز شده تو هنو خوی آخی اون نالار بیاردم تحصیرها بند همونار میشوندی دیگه نه تو مادام همی رقم خواه میشی işte خب کرتی خوبی رو کو کلا خور وردا بابا چلچله دیشب همه کمپلا جمع کرده و بده گردن همه بند داشتی تا بسون مثل مرغ ولی بلرزیدم من گفتم بخواه که باشه کرتی خوب برخور کنم خونو کرد خب میه و دیدو تا کمپل لگم میه وردی بری خوب شما دل نداده من گفتین که دم خواه شما رو بیدار نکن خواه شما ترسیدم خب خیره تا بابا بخو امرو بابا کمپل بیار که با صبح خونک نخوی همون نالار و تحصیرها بیا وردم آخی همونار بکار که امرو یک عالم میمون به من میایه با میمون میایه ها از خارج هم میایه امرو بابا ها با خاطر امو کن ها دیگه خب تو یک دست رخت نوی هم با تیار میکنم دیگه رستگی دیگه رستگی دیگه ها وقتی دیگه کمپل خورقت کن و گول تا خونار جمع کن همون نالار جودی بکار که خلاص شده چشم شما دل جمع باشین بریم آفرین چشم آفرین با پس خواه نشی یعنی نه خدایا یک پزدری به من بده یک عقل کمالی هم میاد باب نه این خود دختر کل پخله خوب سال و 12 میمون نوزی داره میمون میای اکی میری اکی میای خب بابا به یک مرگ خاکی بده که بده برد کار خوب بده گردن همه بند باشه سر دختر مثل کوهن شطور بری سفید شده همه میگه 40 لک 20 لک 15 لک در خب بده یک مرده مدرخ کرده بده که بابا به یک خاک لحظه بره که من دلجم شم اگه میره که گردن همه بند باشه گاهی وقت به من میگه گیلک اگه ما تو مثلا یک وقت ایتقام خش میبینیم مثلا چه کار میشد من میگفتم خب من میفهم که عمر بیشتر مایه از این که میگه بده دیگه جا بدم حزم خوبی دیگه من داشتی از کجا افتاده به ببینیم ماستون برو به 120 بیا بخرم بادام هم نمیفهمن فقط همیته هرچی به دهن بیامد میگه بابا میگه با خبر سو وقت اخو بیدار که با خبر نوالار بیا اینا نواله خب بگو ماما جو عزیزم گیلک جو ما میگم بگو برو هیزمار بیاوردم اینا جمع کن که مدر من میرن تندور دو شد میکنن نون پخته میکنه که چه کار فلانه اینا نواله همینای کهن اینایه همینای کهن اینایه میشونن شمال آمد شمال بویی تو را داشت برو بابا مکتت نیستم تو کوه شرک دستم جان برو بابا مکتت نیستم جان برو بابا مکتت نیستم تو کوه شرک دستم جان برو ها
دیگه چه کار میکنی؟ اینو اینه دیگه خود تو میفهمی که خود من هر راز داشته باشم به تو میگم. خیلی بینیم میگم خود تو که خبر داری من تو رو مایم نه بابا دیگه یک چیز دیگه به تو بگم سیکن پیانوی میگم پیار شما برفتم به کوچه رفتم گفتم میرم سویدا بخرم مهمونای میگم سیکن امروز به من تو تا خسرو میایه یکی از خارج یکی هم از اینجیگاه خود تو میفهمی که من تو رو مایم. نه بابا یعنی چه کار کنیم ماله جاش چی بار کردی دلو تلوش دیگم بابا دلو تلوش تلوش بابار کردم خب همونه که خوش نمیچه از قرار من نخت نه بابا خداوند تو رو بدینی دنیا یعنی گردن تو من باشه من می دیگه دیگه به خود هر دفعه به خودت راز دل نمیکنم رسمی هرچی باشه با تو من از بگم. اون روز نمیفهمیدم که میگفتی گیلک ما و شما کاش که قیومه کشیه پس همی بوده دیگه دیگه الان این چه کار کنم میگی تو دیگم بابار کردم برات یعنی من خیلی میگم دیگه اگه نماستم این همه چند سال تو اینجا کار میکنی 3 سال میشه خدا تو خیلی هر چیز باشه با تو نمیگفتم به من نمیستندی پو فکر لساعت سخه چی خب الان ما تو من فقط میگم یعنی تو مرمی که ارتینی میشی ارتینه چیه؟ ارتینه نزباد یعنی دیگه نزباد میبیشی نه بابا هرچی هم که خوش داری تو بار میکنه خوب سر پیار خوب بگو خب دیگه بیدیش تو قسم میکنه خب سر بیار خدا رو دیگه میگم الان اینا چه کار کنم تو میگی نمیشه انال پیار تو اخلاق گنده داره نگو ای زنگ زنم به پیار خوب با مادر خوب پیار خوب بگو بیان طور خوشنونی کنم با پیار تو بعدی نمیایه نه چرا بعدی بیای اونا هر کس میایه بگو من نمام بگو ها هر کس به خوشنونی میایه بگو من نمام آخه میفهمی پیانو که عاشق پیشکشه اگر یکم گفتن پیشکش هم تو مایم چی بگم برم پیشکش دیگه ندارم که نه من باشه اما خود تو خبر داری که موشا خونه مرگوشنگی شیشتم لقتک بزه میکنه پیانو میفهمی که عاشق پوله هرچی بخواه میگه شاید مرتکه بگه خوبه وقت چیکار کنم بیا بریم پیش بالوا کن نریم خب من می برم یا حال تو رو اجازه نمیدم برم پیش بالوا کن یک چیز میزی بستونم که پیش جای دیگه بده پیار تو بخوره که بگه من غیر از گیلک تیشو بده هیچ که دختر خون نمیدم من نمیفهم هر کار میکنی وقتی امروز دو تا خسرون میآید میای پیانو که میفهمی زنگ زنم به پیار خوب باشه زنگ میزنم برو برو پیانو نه برو من دیگه بار دل خودش چی میگم اینا قدرتیش دلش قدرتیش چه قلدا مصابر من نمیگردم بلکه همی باشه خدا کنه پیار من اما خسرونا قبول نکنه آخه من پیار من نمیخوندم من پوله دیگه خب چه کار کنم امروز گیلک جان چی تیار کردم قلرتیرو شبستانه تیار کردم بلکه پیار نمی قبول کنه من که میفهم پیار من عاشق پوله مرگ لنبیل یبدم اما هرچی می تلیفون رو ناغم مرگ میگیره میگه لنبیل یبدم الو بابا خوبه خیریت جانجوره شکر فضل خدا بابا چی میگی؟ بابا دختر ارباب ما هر دو پا خور دختر بادار ما هر دو پا خور به یک کش نه صبر کنه هر دو کوشو به یک پا خور کرده بابا کنگی لگ از روز ما به تو تبکی میرسوندم تو نمیفهمیدی انا تو ما چون سر تو کاپوخه پوره چیه انا امرو من میایم به خسرونا از روز خیلی اومدم من امرو از ایران هم میای از افغانستان هم میایم من به خسرونی من اینا رو نمایم من به پیار خوب بگو که بیان ما تو دنیای عالم جمع شم من نمیتونه بگردونه ما گله که مایم هر دو کوشو به یک پا خو کرده
بابا ما چه کار شده که اونا به ما نمیآیم؟ خیلی مردم خوبیم، از اینا میگیم اونا پولدار ما نی. خب بابا جو درسته اونا حالا ما پولداریم، ما غریبیم، ما خدای پاک داریم. بابا شما بیاین بابا که در ما بند باشه، نه به یک دل و نادل با ما عاشق شده. مگه خیلی خوش میای، از تو خوب قیافی داری. میای بیاین بابا جو عرض اله بکنیم چه کار بشه. بابا شما فعلا تنها بیاین، مادر من نیاره. اگه شما امیر با من بستون در ما بند باشید تو به شما قول بدون که هر روز شب و روز کار کنم. خوبه خداحافظ. بیاین بابا باخشی پشت سرم میام. بیاین خداحافظ بابا. سلام. سلام بابا جو خوبی؟ جان جو خیلی بیاین بابا بیاین. خب ما سرور خوش آماده. سلامت باشیم، زنده باشیم، بیشتر از زندگی خوبه. جان شما جوره. سلامت باشین. همیته گفتم بیام یک دیدانی بکنم از شما. خوش آماده. دیده کنم ببینم. خب چند روزه کاری نایدم. گلگم یک کار خرابه ما سرور کرد. شو روز همین کوکی من برگیم. خونو که آخه شو بیرو که خودی خود نشو. صبح بیامد بیدار کردم کوتی ببره کلام بسر. خدم کردی خوش شده. کپل نبوده گلک ببرده چیه چلچله ببرده به جو خونه. تو خوش دیشته غلط و غلط میدی که قدازی کردی دافتم بالا تو کمپلی میگی کمپل نبوده. خب دگشت نه. شکر فضل خدا. هم دو روزه که مادر گیلدک با جون منه. میگه که گیلدک با منجی کار میکنه. دختر از این ماما رو هم بدیدم. خوب دختر دارم برو پاک کن بدم به گیلدک همونجی بچه ناشه. من پیشین هم بمونه. همونجی کارم که میکنه مثل بچه اولاد اینا. من پیشین هم میگه ماما سرور. چرا؟ با شما گپ که دهن شما میزنه گوشا شما میشنوه. ها چرا نمیشنوه؟ چه کار شده؟ خاطر ما کمی قریب تره. آخه مسئله قریبی نیه. آخه شما با کجا و ما با کجا. ای با کجا دختر ما با کجا. خود شما کلاخم هم جلوی رو خوب بگذاریم. همین دوتا با هم میخورم. چرا نمیخورم؟ میر چه کار شده؟ یا هم کار میکنه کمک ساده تحریه دیگه بغل بگیریم. یک کمک ساده تر نیه ماما غلام سرور. خیلی سادهه. آخه دختر من امسال پانتونی ماه خلاص شه. آخه او خودی از چی رقم زندگی کنه؟ آخه شما خود شما میگه چه بدن خوب بیاره. حالا همین یک بیعقلی بکن جهیلی بکن بیامد برای شما میگه اپا بزن. شما نواده میگه اپا بزن می آورده. من نگفتم کوکو خلیفه، مادر ما گفتم با آقامه. گفتم برکن رحم خدا باشه دل شما بسوزه و این بیچاره هم صبح شما میجیبم خونه شما نه. دل جمع بشین دیگه دومات شما میشه. آخیر من به یک چیشم یک اولاد بخونه خواه آورد. همالی هم اولاد شما نه چی فرق نمیکنه. چی فرق میکنه؟ گپ به این جیبه زدیم دیگه گپ آدم خب بیرون نکنه ماما غلام سرور. خیلی فکر خوب بگیره. آخه شما عمال تا یک مجلس داری. خدا کریم. آخه گپ نزنه. روز اول دلم به این بسخ و تا کوچه و بازار یک نرمه چیزی بود. همین 3-4 سال میشه که به داخل خونه مانه. آخه چی بود میشه؟ عثمان غنی زامنه. زامنه کار عثمان غنیه. راست میگه. خدای پاک درست میکنه. خدای پاک به شما هم رحم میده. یه هم فرزند شما نه. این فرزند خمیر ماییم. راست بود دل جمعم. اگر نه که دل جمع نهی بودم
3 سال 4 سال از شما از ما بیتر روش میکنیم، بیتر برای میرسیم، بیتر به رفتار داریم خدایی ما میبینم دیگه. ما گفتم باشه بگم برگم دختر خودم بدم برای ما خونه رو باشه دیگه از این نه بابا سرور هیچ وقتی گپ نزنیم. مرزیشون دخترم رزی نمیشه، دخترم رزی شه، زنم رزی نمیشه. خدا به خدا برکم رزی شه. چی بگم ماما غلام رسول، من هرچی میگم شما گپ با خود میزنید. آخه او مثل خواره برای ازی جیل تو داده نمیگی کی؟ دخترمه. ها خب خلاص دیگه هیچ وقت دیگه گپ به زمان خونه نیارین که از شما سخت آزرده میشون. خوبه باشه جاشه. ای بابا پس برم دیگه من میرم کار چیزی به من نداره. خیلی بینیم زنده چاشته باشین. بستیم بابا. جور باشین بابا جون جور باشین. آخه بریم خدا برای حافظ. خدا حافظ شما. خداحافظ. گیلک گیلک اینجا بشی. تو شهرم نداری، تو حیا نداری. کی؟ با پیار خوره اوردی که این گپار میزنه. اول تو این گپار به پیار خود تو زدی. گردنم بند باشه کاکا خلیفه اگه لنگم خبر باشه. خب پس پیار تو از پیش خونی های گپار نه میزنه. اون روز که ما شما شوی جامعه ملک داشتیم گفتیم برو یفتر یک شو بخونی خب استکر. خب مادر ممیت اختلاط کردن گفتن که همین خلیفه تو خیلی آدم خوبه زنه به چین آدم خوبیه. همون دختر خودم بلکه ممیت چیز کنه که بدم به تو بدم ممیت که اولادی نایب اینجا بشی. ما گفتم خوبه. آخه خاک به سر تو چطور خوار نمیگی؟ ها خب مرگ ها آدم خوار خورم میگیره. چو کنی در سرای بخبر سکتر سرا کینه بله. اگه خس بده نگه. بیا بدو خدا نه حتی زیر وزیر دست پا کنی بیا بدو